با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. یک موضوع رو براتون معرفی میکنم، البته یک کتاب رو که موضوعش رو ما بعداً پیگیری میکنیم و در این موضوع شاید برنامه‌های بیشتری انجام بدیم و طولی چند سال است که ما این روند رو در جامعه خودمون مشاهده میکنیم. این کتاب نام دارد غرب زدگی و نوشته جلال اولی احمد است. از خط نیوگان به خط سیریلیک برگرداننده میرزا شکرزاده است، خدا رحمتشان کند. و این کتاب سال 2012 در تاجیکستان به خط سیریلیک به نشر رسیده است. واقعا کتاب خیلی جالب است. من بار دوم است این کتاب رو مطالعه میکنم، چون غرب زدگی این موضوع رو ما بعداً پیگیری میکنیم که چگونه در حداقل 2 ساله اخیر چگونه از افراد در کشور که اهل دانش بودند، به قول اهل اندیشه بودند یا نفرانی بودند که دانشگاه تحصیل کردند و چگونه غرب زده شدند و چه آفت‌ها و بلاها و اخلاق‌های را از غرب گرفتند و در این جامعه پهن کردند که امروزها ما می‌بینیم که چگونه اون پایه‌های اخلاقی و اندیشه و اون سنت‌های خوبی خانوادگی و اون چیزهای هویتی و ملی و مذهبی دینی در بعضی از قشر جامعه فرو ریخت. دلیلش همین غرب زدگی و افراد غرب زده بودند که اینا با هر راه، چی از طریق رسانه هاشون، چی از طریق نمو گرانت هاشون، چی از طریق تهیه برنامه در افکار ما یا در افکار قشر از جامعه ما، قشر از جوانان ما جا کردن. جلال اولی احمد در باب 3 همین کتاب درباره همین غرب زدگی این را یک بیماری میداند و میگوید که طرح یک بیماری. ببینید چی میگوید. میگوید که غرب زدگی میگوییم همچون وبازدگی و اگر به مذاق خوشایند نیست بگوییم همچون گرمازدگی یا سرمازدگی، اما نه دستی کم چیزی است در حدود آفت زدگی. دوامش دقت، دوام جمله بسیار جالب است. میگوید دیده اید که گندم رو چطور میپوسانند در حالی که از درون پوستی سالم برجاست، اما فقط پوست است، عیناً همان پوستی که از پروانه بر درخت مانده. در هر صورت سخن از یک آریزه یعنی بیماری است، بیماری که از بیرون آمده و در محیط آمده برای بیماری رشد کرده. مشخصات این درد رو بجوییم و علت یا علتهایش رو و اگر دست داد راههای علاجش رو. آدم غرب زده رو همین جلال اولی احمد چگونه شرح میدهد، چگونه سیماش رو برای ما میگوید. میگه که آدم غرب زده حوری مذهب است، به هیچ چیز اعتقاد ندارد، اما به هیچ چیز هم به اعتقاد نیست. نان به نرخ روزخور است، همه چیز برایش یکسان است. خودش باشد و خرش از پول بگذرد و دیگر بود و نبودی پول. اینجا اکو پول به معنای مبلغ است، هیچ است. نه ایمان دارد، نه مسلک، نه مرام، نه اعتقاد به خدا یا به بشریت. او نه در بند تحول اجتماع است و نه در بند مذهب و نامذهبی. حتی لامذهب هم نیست، کلونده است. گاهی به مسجد هم می رود، همانطور که به کلوب می رود یا به سینما، اما همه جا فقط تماشاچی است. درست مثل این که به تماشای بازی فوتبال رفته همیشه کنار گود است، تماشاگری بی‌طرف بر حوادث است، هیچ وقت از خودش مایه نمیگذارد، حتی به اندازه نمی اشک در مرگ دوست یا توجه در زیارتگاه یا تفکر در ساعتهای تنهایی و اصلا به تنهایی عادت ندارد. از تنها ماندن میگریزد و چون از خودش وحشت دارد همیشه در همه جا هست. البته رای هم میدهد اگر رای باشد و بخصوص اگر رای دادن مود باشد. اما با کسی که امید جلب منفعت بشری به او میرود هیچ وقت از او فریاد یا اعتراض یا ایماء یا چون و چرای نمیشنوی، مثل که امروز هست. سنگین و رنگین در کلام همه چیز را توجیه میکند و خودش را خوشین جا میزند. خیلی کتاب جالب است. من با آنهایی که اهل اندیشه هستند، اهل فکر هستند، پیشنهاد میکنم که این کتاب رو یک بار مطالعه کنند. البته ما سریعا همین غرب زدگی چند برنامه در آینده با استادان، دانشمندان صحبت خواهیم کرد و ببینیم که همین غرب زدگی واقعا برای جامعه ما در 30 سال اخیر و جامعه های به مثل ما چی ضررهای را به بار آورده است. بسیاری ها درک نمیکنند، بسیاری شاید توجه نمیکنند و شاید از این نوا را به بحث میکشند، ولی باور کنید این یک آفت است، این یک بلا است، این یک بیماری است که غرب زدگی باعث بدبخت های میلیون ها میلیون مردم سیاره در سراسر دنیا شده است.
ولی متاسفانه ما خودی ما و جامعه های مثل ما از این چیز بیخبریم. یعنی غرب زدگی و این بیماری یک نوع به بطن جامعه ما، به بدن جامعه ما وارد شده است. البته با دستی فرزندان خودی همین ملت، با دستی شهروندان خودی همین ملت که ما گاه فکرش رو نمیکنیم، گاه اندیشش رو نمیکنیم و جستجو نمیکنیم که یکی از علتهای بدبختی ما، یکی از جایهایی که ما واقعا بدبخت شدیم، این همین غرب زدگی است. ما سر این مفهوم بیشتر صحبت خواهیم کرد و اگر این کتاب رو از جای یافتید بخونید، شاید در آینده ما گونه الکترونی این کتاب رو برای شما پیشنهاد میکنیم. ما رو پیگیری کنید و موضوعهای جالب رو در کتابخوان تماشا کنید. خدا یار و یاورتان.